سلام. سلام. خیلی مخلصیم. بسیار بسیار خوش تشریف آوردید به اپیزود 4 موشو. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستین تنتون سلامت باشه، دلتون خوش، ایام بکام. خیلی ممنون، بسیار 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 سپاسگزارم که منو نگاه میکنین. عرضم حضورتون که خیلی خوشحالم که یه فرصت دیگه هست که با هم گپ بزنیم. اپیزود 4 رو شروع میکنیم. ببین، من یه چیزی به نظر خودم، حالا یه دستورالعمل بگیم، اینستراکشن، نمیدونم یه روال یا یه استراتژی در واقع، اینه که هر قسمت اگه توی اپیزودهای قبلی یه داستانی بوده یا یه قضیه بوده که مثلا راجبش حرف زدیم، اون ادامه دار بوده یا یه سری فکت راجبش اومده که بشه به عنوان در واقع بعدا من بیام اینجا سرم بالا بگیرم بگم آقا این پردیکشنی بوده که پیش بینی بوده که من قبلا کرده بودم، بهتون گفته بودم اینطوری میشه، الا 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 آخر یا به قول خارجی لاب 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 لاب. این قسمت اینتروداکشن یا اون ورودی برنامه، مدخل یا قسمت در واقع اول، من به این میپردازم. توی اپیزود قبل یه مطلبی راجع به اینکه زینب رفت زن حسین شد و اینا، و در واقع داشتم راجع به اینکه تفاسیر مختلف میشه، یعنی سایدهای مختلف قضایای تاریخی رو شما میتونید بررسی کنید و اینا خیلی ضدیت هم، یه سری سند وجود داره، هر کدومش هم قابل اتکا و استناده. یعنی هر کسی میتونه ادعا کنه که چون هیچ چیز قطعیتی توش وجود نداره. شاهد از غیب رسید، من اونو گفتم، اون یه آخوندی به اسم آقای اردستانی، به اسم اردستانی، این دیدم که یه سری ویدیو ازش اومده بیرون در یک برنامه گفتگو محوری که در یوتیوب در واقع پخش میشه به نام آزاد، یه سری حرفا زده. حالا اول این برنامه آزاد که آقای مهدی مهدوی آزاد هیچ ربطی به این برنامه نداره، ولی دیدم که توی اینترنشنال گفته که آره حالا یه پادکستیه، تولید محتوای توسط بخش خصوصی داره انجام میشه و مثلا فلان، و واقعا هم حرفایی که توی این برنامه آدمای مختلف اومدن زدن توی همین آزاد که حالا کی پشتشه چیه اینا بعداً دوباره میگم، اینا رو خیلی اینا به صورت چین، زنجیروار به هم وصله. یعنی شما اون برنامه با عشق ابدی، با ماراتون کیش، با یه سری اتفاقای دیگه که میفته و میاد روی این سوشال نتورک ها و در واقع این شبکه‌های اجتماعی و اینا همه به هم وصلن. ولی حالا فعلا به اون کاری نداریم. آقای مهدوی آزاد گفته بود که آره من بخش خصوصی و فلان، و که بخش خصوصی اصلا بخش خصوصی به اونجای اون همش میخنده که بتونه در ایران بره بشینه یه میکروفون بذاره. بعد مهدی نصیری که الان در کانادا هست و اومده و پناهنده شده اینجا، که یه سری حرفای زده، ایشون خودش قبلا مدیر مسئول روزنامه کیهان بوده، اینا حالا کاری نداریم، یه سری حرفای درستی زد، اصلا کاری، من همیشه میگم کاری نداشته کی اون حرفا رو میزنه، نگاه کنیم اون حرف درسته یا نه. توی اون مقطع اخیر ایشون یه سری حرفای درست زده، کاری به گذشته و سابقه‌اش نداریم، هر آدمی میتونه هر سابقه‌ای داشته باشه و ما از لانگ از این که، یعنی تا زمانی که بیاد و بگه که اشتباهی کرده، خطایی داشته، مگه استاد محمد رضا شجریان نبود؟ چرا ایشون از 88 که اومد گفت تفنگت را زمین بگذار و اینا، اومد تو قلب مردم دیگه، شما مسیرتو معلوم کنی با مردم باشی تکلیفت روشن میشه. حالا آقای نصیری هم یه سری صحبتات توی همین برنامه آزاد کرد با اون میخوام فوشم نمیتونم دیگه، با اون عبدالملکی پوفیوز، که اصلا واقعا تو میمونی که یارو چجوری این آدما چجوری تو دانشگاه‌های اون مملکت دانشجو میپرورنن با اون طرز تفکر، اصلا فاجعه است. حالا کاری ندارین. حالا این آقای اردستانیه، آخونده، آقا بازو گفتم، من میبینی به هم احترام میذاریم ما دیگه، این که واقعا لایق احترام نیست، چون خودش اومده تو برنامه گفته آره من اگه بخوام راننده استخدام کنم، مثلا رضا پهلوی فاکتورهای لازم برای استخدام شدن به عنوان راننده منم نداره. بعد این یارو برگشته توی برنامه، توی یه برنامه دیگه که مال خیلی وقت میشه این که میگم، یا یه جای دیگه دیدم مثلا اومده به ریکه با زمان انتخابات ریاست جمهوریه اومده پیش رئیسیان نشسته که رئیسیان چیزش کنه، اون داره یه سری ادله میاره، آخرش میگه من قانع نشدم ولی به شما رأی میدم. خب دیگه تو وقتی که خودت حساب، حالا کاری نداریم. این اومده توی این برنامه آزاد یک شک و شبهه‌ای در واقع مطرح کرده پیرامون روایتی که در کتب شیعه و در واقع رفرنس های شیعه هست در خصوص مرگ دختر پیغمبرشون.
فاطمه دختر محمد و یه سری حرفا زده که آقا مثلا اینجوری و اونجوری اینا. آقا اولا اینه که پارش کردن و صبح اومد گفت گو خوردم و من منظورم این نبود و اینا، کاری ندارم، ولی میخوام بهتون بگم که شاهد از غیب رسید. این یه چیز دیگه قرار بود روشن کنیم. اینم من گذاشته بودم اینجا که چون خوردم گفته بودم بهتون که اینم دو تا مطلب. اینا مال اپیزود قبل دیگه. یه چیز دیگه که مثلا این لپتاپ این تیشرت من معلوم نیست، فکر نکنم مثلا اینو بزنیم اینجا معلوم باشه. یه مطلب دیگه در خصوص ماراتون کیش که صحبت کردم هفته قبل. حالا من بهتون گفتم اول که اومدم اینجا خودم توی ماراتون اینجا تو تورنتو رفتم 10 کیلومتر دویدم. یه سری فیلم گرفتم خیلی جالب، مثلا پیرزن 90 ساله میدوید، یا یه آقای اومده بود خیلی باحال بود، یه بچه انداخته بود تو این آغوشی‌ها گردنش، یه کالاسکه 2 ترکم داشت، یعنی یه نفر میدوید ولی 4 نفر حرکت میکردن. نگاه میکنم تو گوشیم ببینم کدوماش هست، یه سری یه خانومه اومده بود با بیگودی به موهاش و یه دونم حوله عموم از این حوله‌های تنپوش پوشیده بود و باش میدوید. اینا بامزه بود دیگه. و تو خانواده ها، بچه کوچیک بزرگ، پیر جوون، معلول، کور، یه نفر بود بلایند بود، در واقع نابینا بود، و یه نفر دیگه دستشو به عنوان راهنما گرفته بود و با هم میدویدن. چه صحنه‌های زیبایی میدیدی. ولی این قضیه کیشه خیلی هم عالیه. یه بارم انگار یه سری فیلم اومده که آقا سال 92 هم بوده، نمیدونم 97 هم بوده، که کتواک بوده امسال دیگه. یعنی همه حاجی اینستاگرامو وا می‌کردی همه در کیش در حال دویدن بودن، کازن خودم، دوستام، همه کیش بودن. اصلا کیش یه چیزی. و اینا رو که اومدن گرفتن اون یارو اون تیم برگزار کننده، حالا مسئولای ورزشی جزیره و اینا رو، بعد اینکه به هر حال خدشه‌دار شد عفت عمومی با اون تصاویر، اون که سر جاش، بعد یارو اومده گفته که من این کاری کردیم برای اینکه سرمایه از کشور خارج نشه و مردم به جای دبی و ترکیه بیان توی کشور خودمون پول خرج کنن. درست هم داره میگه. خیلی تعداد زیاد آدم رفت تو کیش و واقعا خب به صنعت گردشگری جزیره قطعا این کمک میکنه. ولی یه ولی دارم، یه اما اگر دارم، هر چی اسمشو میخوایم بذاریم. الان میگن آقا یه چیزی انجام شد، شوکو شوبه چرا میاری توش اینا؟ ببینین که تو هر 2 روز اینستاگرام و نمیدونم هر جا رو وا میکنی میبینید ماراتون کیشه، بدونین که اینا قصه پشتش. یعنی چی؟ این برنامه مزخرف عشق ابدی رو که میخواستن شروع کنن پخش کنن، ببین یه جوری قبلش انقدر این ریز بمباران ها در فضای مجازی، چون من یه کاری الان تو خودم یه پروداکت اینجا مثلا تو کانادا میخوام برای فروشش چیز کنم، یکی دو نفر یه دوستی دارم این SEO سایت انجام میده. یعنی یه کاری میکنن که شما مثلا بری نمیدونم فندک فوردی کانادا، تو 5 تا اول سرچ گوگل هر کی بزنه فندک لایتر، مثلا لینک سایت تو میاد جزو اون 5 تا. همین این پاپ اپ شدن همین رو در اینستاگرام، در یوتیوب، در تیک تاک، در پینترست و خیلی از شبکه‌هایی که به هر حال برای نمایش محتوا و ارائه محتوا هست این قصه وجود داره. مثلا حالا اینستاگرام هر کدوم یه الگوریتمی دارن، حالا بعضن شبیه همه در یه سری فاکتورها، در یه سری فاکتورها با هم متفاوته، از هشتگش بگیر، از ساعت آپلود کردن ویدیو و نحوه، اینا همه بکنن. میخوام بگم که اون سیستمی که ماراتون کیشو برگزار یعنی پروموت میکنه در واقع، و اون سیستمی که عشق ابدی رو پروموت میکنه، و اون سیستمی که کافه و اون برنامه هایی که تو تهران یه دفعه میبینی توی یه جایی تو جاده فلان، من اسم نمیارم، میدونم همه رو و خیلی ها رو میشناسم از نزدیک، اونایی که برگزار کننده، و شاید اونا واقعا خودشون هم ندونن که دارن پشت دست چی بازی میکنن. هدفشون واقعا این باشه که 2 شب یه برنامه‌ای بذارن به مردم خوش بگذره، یا یه هفته دیزاین تهران بذارن. چند تا از دوستای عزیز من تو تیم برگزاری، توی اسپانسرهای مالی بودن اینا. ولی این قصه هایی که پشتش در واقع هستش که بیاد اینجوری اینو بمباران بشه و اترکشن برای اینکه به بیرون نشون بدن که آقا در داخل یه سری اتفاقای اینا با داستان و همین. من فقط میخوام بگم که ساده انگارانه با اینا برخورد نکنیم، خیلی راحت از کنارشون رد نشیم. اگر که میبینین اینا رو من راستی میخواستم این اپیزود کلا بذارم، آقا بریم برگردیم من بیام این کلامو ردیف کنم.
خب برگشتیم با کلا عقاب آیسی عقاب آسیا احمد عابدزاده. آره ببین مثلا همین فوتبال، حالا پرونده ماراتون رو ببندیم، فقط همین دیگه. میخوام بگم که ماراتونی شده، اونا رو هم گرفتن و اینم بگم ببین چجوری بگم، خیلی من حال میکنم، میبینم دخترها رو میبینم، پسرها رو میبینم، عکس و فیلم ها رو میبینم، هیجان و اون شور سرزندگی. آقا فقط تو خود حواستون باشه، هر روز یه چیزی داره تا یه جایی، ببین هر روز یه چیزی داره تو مملکت مد میشه، بذار اینجوری بگم، و مردم رو باهاش سرگرم میکنه. یه ده میرن شرکت میکنن، همکاری میکنن. من میگم بازیچه دست سیستم نشیم. و اگر دارین این کارا رو برای دل خودتون و خوشحالی خودتون انجام میدین که which is بسیار اوکی، which is great, which is perfect، خواهش میکنم که حواستون باشه اگه امروز کویر مد شده و همه داریم میریم و شده پرفورمنس در رقصای چیز در کویر، یا خوجی میرن پارتی میکنن ماشروم اینا، من خودم ته این کارام، خب من اینقدر بیابون رفتم، حالا اون دوستایی که منو بیشتر میشناسن میدونن، ولی تو رو خدا یه سری این محسن ادیب نازنین، گروه تو کویرهای ایران، یه پیجی داره فکر کنم ایران دزرت، یک آدم زحمت کشیده، کتاب نوشته، رفرنس تهیه کرده، رفته با آدمایی که ختم دیگه مثلا بیابون بازی و یه سری فیلم و عکس گذاشت میذاره و چند روز پیش گذاشته بود دیگه. این چند روز پیشی که دیدم دیگه واقعا مثلا کلم بکنم تو دیوار. حاجی لوت، میدونین تنها میراث طبیعی کشور که در سازمان نمیدونم یونسکو ثبته به عنوان، ما مثلا میگیم ما اینو داریم، به لحاظ ساختمانی مثلا مسجد فلانو داریم، نمیدونم تخت جمشیدو داریم، همه اینا رو داریم که اینا همه ثبت آثار باستانیه. ولی در حوزه طبیعی ما در ایران یک چیز داریم که ثبت بیابان لوت، یعنی حتی مثلا قله دماوند که قربونش میرم، دیو سپید پای در بندمون که روزی مجددا فریدونی برخواهد خواست و ضحاک رو در اون به بند خواهد کشید، 4000 خورده این متر این تا قله بلندتر از دماوند تو دنیا هست که اصلا دماوند. ولی گرمترین نقطه کره زمین، اگه نمیدونین بدونین، در بیابان لوت گندمبریان. و من اینا رفتم دیدم، توش عشق و حالا کردم، چه حالا هر اون عشق و حالا که قیاسی هر روز با مهموناش دنبالشه، چه واقعا مدیتیشن. یعنی اصلا مدیتیشن چی، ببین یه فضای جادوییه که وقتی میری توش یک عظمت و هیبتی داره که نابودت میکنه، یعنی اصلا میگیره میزنه اصلا میشکنه، مثلا میری یه دنیای دیگه، فقط میخواد ساکت باشی نگاه کنی، لذت ببری از عظمت، از گستردگی، از پهناور بودن و طبیعتا اون بحث چیز گرماش که حالا ما که تو زمستون همیشه میرفتیم. ولی حالا جای سختیه رفتنه، شما یا باید بری از کرمان بری یا باید بری از زاهدان، اگه از شمال بخوای وارد شی از کرمان میری، از جنوب بخوای بری بچهای بیراه نورد آفرود باز بیابون گردا، میدونین من چی میگم دیگه، یا از شهداد میری کشی تو اینا میری تو، یا میری از زاهدان میای از نهبندان در واقع میای داخل تو بیابون لوت وارد میشی و میری حالا از بلند ندیده و نمیدونم ریگ یلان و بله یا هم گندمبریا. اونجاها چجوری رفتین آشغال ریختین، آشغالاتون رو گذاشتین بی‌ناموسا؟ من سوالم اینه. این دیگه ربطی به جمهوری اسلامی نداره. این اگه میخواین نابود کنین، یعنی اگه همه با هم بخوایم دست هم بدیم، راحت میتونیم نابود کنیم مملکت. تو جنگل میریم میریزین، نمیدونم این ور میریم، بابا دیگه اونجا هر کسی نمیتونه بره، ماشین مثلا چیز میخواد، نمیدونم تجهیزات میخواد فلان، رفتیم اونجا آشغال ریختین. مثلا من یادم یه زمان ریگ جن یا همون انارک محدوده جندقینا یه گود دوباغ داشت، مثلا ما یه بار رفته بودیم 4 تا رد لاستیک تو این گود دوباغ بود، بچهای آفرودی کامیونیتی هم برای خودشون جر دادن، یارو رو پیدا کردن، گفتن گو خوردی با ماشین، مثلا رفتیم اونجا اکوسیستم اون تو رو به هم میریزی فلان اینا. بعد حالا من میبینم وای تورای طبیعت، پارتی در طبیعت، کف پارتی تو جنگل ایرکانی، کفو میزنی میره تو زمین، اصلا متولی که نداریم، برای چیزهای خیلی بزرگتر نداریم، حالا برای محیط زیست هم قاعدتا نداریم،
ولی کسایی که دارین این کارو میکنین و میخواین برای مادامی که منفعت فردی رو به منفعت جمعی و مصالح شخصی رو به مصالح ملی و مردمی و میهنی در اولویت قرار بدید، شاهزاده هم که بیاد، سکولارترین و دموکرات ترین حکومت و سیستماتیک ترین حکومت هم که در اون مملکت برقرار بشه کار نمیکنه ها. ما باید خودمون هم شروع کنیم. من خیلی بدم میاد بگن مردم فلان، مردم خوشون مقصرن. نه، آموزش نیست، سیستم نیست. تو وقتی میبینی همه یه جورن، خب یه جور آره، ولی تو رو خدا یه چیزایی رو بکنین خط قرمز. من اینو همش اون دفعه قبلم گفتم یه چیزایی خط قرمز کنیم، از اونها عبور نکنیم. باشه، برو بانک وام بگی، پول بانکو بخور نده، اوکی، درسته پول مردم اینا ولی همه دارن میکنن تو هم بکن دیگه. یعنی من برای اون آدمه بیشتر احترام قائل میشم، برای چه میدونم اصلا هر چی، ولی این یه سری چیزا رو حتی سر هم دیگه کلاه بذارین، چون هرچی الان مثلا بیان بگیم آی مردم فلان اینا، که نمیتونی بگی آقا آموزش نبوده، سیستم خراب بوده، مردم یاد نگرفتن. اینجا تو کانادا نه تو کانادا، تو هر کشوری یه سری چیزایی از بچگی از مدرسه به بچه‌ها یاد میدن که به ما یاد ندادن دیگه. تعارف که نداریم با هم. خب سوای همه تروماهایی که از عدم آگاهی پدر و مادرهامون در خصوص تربیت بچه خوردیم، در جامعه یه چیزای خیلی بزرگتری بهمون وارد شده. از مدرسه‌اش بگیر، نمیدونم کلاست اگه رفتی، هرچی تو فامیل، تو اینا، همه اینا که این چیزا رو حواستون باشه. و همین میخوام بگم هر روز یه چیزی رو دارم مود میکنن. یه روز کافه چای ماچا لاته است، یه روز نمیدونم تو این کافه هاست، یه روز تو اون برنامه‌های پارتی. من دیدم شب دیدم مرکز فرهنگیونه، میگم اسم نمیارم، اصلا ببین قشنگ موزیک دیپ هاوس تکنو میزد، رنگ لیزر فلان، دود بده پارتی ناب، یعنی ام دی ام ای مینداختی بالا و یه 4-5 ساعتی چند تا خط میگرفتی رو آسمونا اش میکردی. خیلی خوب حال کردم، دیدم همه دارن حال میکنن، خودم حال میکنه دیگه. ولی بعد یهو دیدم که حاجی این پارتی رو تا مثلا خبرگزاری اسوسییتد پرس هم داره کاور میکنه. چرا؟ واسه چی؟ پارتی دیگه همه جای دنیا پارتی داره میشه. مگه اینجا کانادا هر هفته یه جا 5 کلاب داره، هم تو همش پارتی؟ مگه اسوسییتد پرس میذاره؟ یا اون یکی چیه، ایندیپندنت مثلا که خیلی رسانه مستقل. و یه مطلب دیگه، قرعه کشی جام جهانی انجام شد. حالا تو جلوتر میپردازیم که اون برنامه و اینا که تلویزیون، ولی گروه بان قندلی یه چیزی دیدم، عادل فردوسی پور یه برنامه داره فوتبال 360 دیگه، اپلیکیشن هم داره و اینا، من میبینم اینجا بعضی وقتا. آقا علی دایی رو آورده بود، بعد داشت راجع این که جادوگری که قلعه‌نویی با خودش برده، انقدر کار خوب در آورده تو قرعه که خود قلعه‌نویی پشماش ریخته، چون قبلا خودش گفته بوده که من دوست دارم مثلا با مصر رو بلژیک کنم یه جای دیگه. بعد این آسان‌تر، این قرعه‌ای که در اومده آسان‌تر از اون پیش بینی بوده که خودش کرده بوده و آرزوش، یعنی از اونم راحت‌تر افتاد. بعد علی دایی هم صحبت می‌کنه. یه چیزی علی دایی رو بگم ازش، سلطان آقای فوتبال ایران. ببین من خودم در استادیوم 2 سال آخری که علی دایی در تیم ملی بازی میکرد بسیار بهش فحاشی کردم، و چون آدم بودم که زیادم استادیوم میرفتم، یه نصف جایگاهی هم حالا مثلا تحت فرمان و مدیریت و رهبری من بود، البته با هماهنگی بقیه لیدرهای بقیه جایگاه‌ها. خودم مردم رو هم انکارج کردم، تشویق کردم که فوش بدن به علی دایی، چون نمیرفت دیگه. یه آدم نرویی بود، اومده بود تیم ملی، هم همه شاکی بودیم، میگن هم میگه یا عالم بازیکن جوونم پشت خط مونده بودن، اینم نه فوتبال پاشم دیگه، حالا کاری نداره. ببین اینو میگم بدم میاد مردم. چند روز پیش دیدم توی یه برنامه یارو میگه آره ما مردم همینیم، ما چه کردیم با علی دایی، بد کردیم، بد کردیم الان فلان. نه ببین، آره شاید ما مردم ایموشنال و احساساتی هستیم و نسبت به همه مسائلی مقداری اووراکت یا بیش از حد واکنش نشون میدیم، اگزاجره، ولی نابن مردم ایران تو قلبشون ببین تو، ما اونجا قضیه فوتبالی بوده، ما با علی دایی فوتبالی مشکل داشتیم، آقا برو دیگه مثلا فلان، این هم گل زدی، این هم فلان، رکورد آخرام دیدی که رونالدو اومد زد رکورد تو دیگه، حالا 4 سال میمونه اون رکورد مهم نیست. علی دایی اگه 5 تا گل ملی هم داشت به خاطر این شخصیتی که امروز داره همینقدر محبوب بود. چه بسا که اگه زودتر خداحافظی کرده بود امروز خیلی هم بیشتر محبوب بود، یعنی مردم زودتر باهاش عاشقش میشدن مثل الان که هستن.
پس قضیه اینه، قضیه معلوم کردن حد و مرز از یه جایی به بعد با این مملکت. الان خیلی وقته دیگه. بعد دیدم که این آقای خواننده محترم ترانه سمبل جنبش آزادی خواهی مردم ایران، جنبش زن زندگی آزادی، آقای شروین حاجی پور، الان قبول کنیم گرمی گرفته برای ایشون رفته با قاتل خواهرم خواهرت خواهرامون دیل کرده، مجوز گرفته ازشون. حالا دیل نکرده خایمالی کرده، من نمیدونم، بالاخره یه کاری باید بکنی اینجا. مجوز جمهوری اسلامی کسی شروین جون نمیده. من همه اون مردمی که به تاختن در فضای مجازی مشکلشون این بود که بعد حالا بلش کن، بعد اومد توییت کرد که آره شما نمک به هرون قد نشناس و مردم. آره ببین اینه، نگاه کن، یه سری آدم کوچولو که در فقدان آدم‌های بزرگی که نمیتونن توی اون سیستم کار کنن، اینا میان اول توسط سیستم پروموت میشن و بعد یه جایی مردم دوزاریشون میفته. یه روزی علیزیایی میاد پادکست درست میکنه، شهرام شب‌پره رو میخواد برگردونه فلانه، باید کمک کنیم دوزاری مردم بیفته، بفهمن که این پشت قضیه چی. این مسئله اینه که حد و مرز هر کسی امروز در این جامعه‌ای که ما در ایران داریم، این تکنولوژی و اینترنت، حواستون به این چیزا باشه. درسته الان گول میخوریم میگن یکی دیگه یه دوستی دارن هر روز استوری میگن گول نخورین، اینا میخوان مردم به جون هم بندازن. نه ببین، یه چیزای خط قرمز، رد فلگه، روشن بشه چراغه، مردم حواسشون داره یواش یواش حواس مردم جمع میشه. من امثال من صداهای بیخودی بی کسان که گوزه هیچ کنی نیستیم دیگه، الان 4 تا دیگرم میارم با خودم جمع میبندم. میخوایم که این کارو بکنیم که مردم حواسشون به این چیزا باشه. و پادشاهی داشت با زنش رد میشد، پادشاهی داشت رد میشد، یارو با زنش شدید، بهشون گفت که وزیر صدا کرد گفت اینا رو شب دعوت کن کاخ. اومدن رفتن مهمونی خونه پادشاه، خوشحال شام زد، میز براشون گذاشت و شراب و اشربه و اطعمه و خدم و حشم اومدن و شام رو خوردن و یارو گفت که شما برو اونجا بشین، من میخوام ترتیب زنتون. یارو یه نگاه کرد گفت اعلی حضرت. گفت اعلی حضرت نداره، همین که قبله عالم نداره، همین که بهت گفتم، نمیخوای سرت میزنم، حرفی داری؟ یارو یه ذره نگاه کرد، زن نگاه کرد، صحبت کردن فایده نداره، یه پادشاه چه سرت میبره، هیچی نگفت. بعد زن گفتش که فقط اعلی حضرت قبله عالم میشه یه دقیقه قبلش ما رو تنها بذارین؟ یارو هم یه نگاه کرد و گفت باشه. رفت و به زنه گفت که زنه بهش گفت چی کار کنم؟ یارو گفت دیگه چاره ای نداریم دیگه آیه بنده خدا میگو بده بره. بعد اینا رفتن و گفت بعدا نه برام قیافه بگیری چیز کنی، الان میخوای بمیریم دوتامون. یارو گفت نه آخه مردن که خب کاست بنفیت کرد. گفت نه دیگه ولش کن، چه کاریه. تموم شد و اومدن خونهشون. یارو زنه گفت چایی بدم ندم، اینا یارو جواب نداد. زنه زنی من گوشم گفت الو با تو هم دیگه. یارو اینجوری نگاه میکنه گفت عزیزم مشکلی پیش اومده، ما که با هم صحبت کردیم اونجا. یارو گفت آره من گفتم بدی، ولی دیگه این قرائت فورا که تو می اومدی که میپریدی از این برای تخت به اون برای تخت پشت میده بالا چنج پوزیشن میکردین فلان اینا، به زور بردنتون اونجا، میرفتین دیگه. میبینی از اونجا که اینجوری دستا رو گذاشتن و خم شدن و بعدن معلوم شد مجوز ماشین رفتن بگیرن و اینا. از اونجا ما قصه با هم شروع شد دیگه. میگم این اینترنت و اینا اینه ها، میبینی یه جایی ولی مثلا قبلا هم شاید اینجوری میشد نمیدونم، از یه جایی یه سری اومدن به یه سری از عملکردها و یه سری از واکنش‌ها و یه سری از رفتارهای در واقع نقدی داشتن و اون نقد شنیده شد به وسیله اینترنت و خیلی‌ها دیدن که نظر یکسانی دارن. قبلا اینجوری نبود و میگم حالا هرچی من فعلا همه رو داخلی صحبت میکنم، ولی بدونید که در جهان هم داره این اتفاق میفته. یعنی در دنیام حالا نه به اون سیاهی و پلیدی
چرا؟ البته اونا هم حاجی یه جوری پلیدن، اونا هم بچه بازی و فلان و اصلا یه چیزایی رو تو از 5 سالگی یاد بدن که ال جی بی تو میتونی انتخاب کنی، نمیدونم فلان باشه و همین فوتباله و همینی که الان گفتم خیلی جالبه. 3 تا بازی اینا دارن، خدا رو شکر که بی‌ناموسا تو کانادا که نیافتادیم، وگرنه اینجا اختلاف بزرگی ایجاد میشد، چون یه عده از جامعه به هر حال اونوریان یه عده اینوریان و داستان درست میشد. خدا رو شکر که گور نحستون رو اینجا گم نمی‌کنید. بیاید 3 تا بازی دارن، 2 تاش تو لس آنجلسه، شما که خیلی اونجا برین، اونجا راحت باشین. هنوز لس آنجلس حتی اینجا هم بود، اونجا هم هست، ولی خب لس آنجلسی‌ها هنوز توی فضای اصلا خیلی کالیفرنیا خیلی داستانه. یه دونه بازی آخرشون 2 تا لس آنجلس، اولی و دومی، سومیه با مصر، 2 کشور برادر اخوان مسلمان. هفته آخر جون ماه پراید، افتخار این فرقه، نمیدونم تا کجا میشه اینا رو چیز کرد و یهو یوتیوب ایمیل بزنه، چون میدونم که بعضی از این چیزا حرف زدن و بسنشون، یعنی شما نمیتونی اون فرقه رو چیز کنی. حالا هست دیگه، میدونین که پلاس اومده، پلاس مثل دنای ایران خودرویی، LGBTQ پلاس، LGBTQ پلاس پریم میاد و همین جوری هم. هفته آخر جون هفته گرامی داشته یا هفته پراید یا فلانه و قرار بازی ایران و مصر در استادیوم، بذارین نگاه کنم ببینم پیدا میکنم بهتون میگم، یه جا که کات دادیم لابلاش در میارم، در استادیوم نمیدونم فلان، بازی گرد همایی LGBTQ ها باشه. چه شود، 2 کشور مسلمون، هم اونا میگه مصری هم اخوان بالا خونه اجاره. خیلی بعضی واقعا ترکیب سمی میشه، خدا شاهده، یعنی اصلا بله. این هم از این. و یه چیزی جالبه دیگه در مورد فوتبال میمیرم برات، سر دیوید بکام قهرمان شد الی گالاکسی، میگم الی گالاکسی چیه، قهرمان شد اینتر میامی. چه پایان با شکوهی برای سرخیو بوسکتس، و چون فکر کنم 3 سال آخرش سوارز هم فکر کنم میره و لئو، و این آدم حاجی واقعا نابه دیگه، میدونی خودش گرفت جام رو بازی کرد با، فکر کنم خودش تو ال گالاکسی بازی می‌کرد، نمیدونم تا جایی که یادم، ولی اینتر میامی الان دوباره همون جام دستش بود، ولی با پیرهن و دستام بالا و این تتوها هم ریخته بیرون و با ویکتوریا و بچه‌ها و دمشق هم دیگه. یه آدم میتونه اینجوری، حالا بعدا میریم صحبت میکنیم راجع به موفقیت، راجع به دیسیپلین، اینا چیزاییه که بعد از اینایی که آدمایی که میبینی موفقن یاد بگیری دیگه. مثلا تو همین فوتباله یه دنیا میشه حرف زد. چرا اصلا رونالدو اومد عربستان، همه یادتونه دیگه، بابا یارو کسخل فلانه بیچاره، اصلا عربستان یه کشور دیگه شد، اصلا یه جوری پارادایم شیفت اینجوری میکنن آقایونه، پارادایم شیفت کارا. کشور اصلا رفته و اومدن با ترامپ شام خوردن، رونالدو رو آورد بن سلمان، گفت بیا با هم بریم. و یا مثلا بودن دیگه، زیاد بود از این داستان‌ها اینطوری که هر کدوم از فوتبالیستا یه سریاشون از یه جایی به بعد یه حرفایی زدن که مثلا چیز شد دیگه. تونی کروس مثلا میگه برای چی در رو وا کردین، فوتبالش تموم شد تو اسپانیا، بهش گفت برمیگردی آلمان، گفت نه من اصلا محاله برگردم برای زندگی آلمان دیگه. چه آلمان نیستی که میزنی رنگ و با رنگ تیم ملی پناهندگان مهاجران نمیدونم آلمان، یه زمان اینه. حالا توی این خوش میره توی یه تاپیکای دیگه بعدن راجع به این ادغام ژنتیک و مارشال اختگی و برای اینکه به قول منوچ میگه گیاه ها رو پیوند میزنن به خاطر تفرق صفات.
یعنی تفاوت هایی که اینا دارن در ژنتیک و در ماهیت وجودیشون و اینا یه جای با آدمام، اونا که اون هفته که تو اتاق نشستن اون ورشون که زودشون اونوری میچربید که میگفتن گلوبال، بهشون میگن گلوبالیست، که میگفتن جهان وطنی، مرز نداریم، اینا که الان با دلیل ورود بسیار بسیار ملت دوست داشتنی هستن عزیزان افغانمون، ولی دلیل ورود بیمهابا و از اون روزی که قبل رئیسی که اومد بیاد یهو اینجوری درا باز شد و تعداد این عزیزان در کشور ما سال‌هاست با هم داریم زندگی میکنیم. من خودم چون کارم ساختمون بوده یه بی نهایت از اول عمر کاریم با این جماعت و با این ملت درگیر بودم. سر سفره نشستم، غذا خوردم، کارگر رو بردم بنا تحویل دادم. اینا حرف ساختمون شد به احترام آقای فرانک گری که همین چند روز پیش این دنیا رو ترک کرده در 98 سالگی. ولی به نظر من اول، یعنی یه دونه معمار بخوای بگی اونه، چون برید بخونید و کارهایی که انجام داده و دلیل ورود گله‌ای بده، بی مهابا، دلیل بی باز کردن مرزها، آسان کردن گذر از مرزها و چیز اینه دیگه. تو کشور خودمون هم اینه، اینا می‌خواستن یه بلوک، چون دیدن دیگه مردم که رأی نمیدن، گفتن بیایم یه بلوک رأی درست کنیم برای خودمون که بعدا ازش استفاده کنیم. اینه. و یادتون باشه که مثلا ببین ما خودمون اینجا مهاجر شدیم، ما ضد مهاجرت صحبت نمی‌کنیم. میخوام بگم مدل مهاجرت و اینکه تو انتخاب کنی که چه افرادی وارد اون کشور حالا بشن، نسبت در واقع تناسب فرهنگی اون کشور میهمان به کشور میزبان آدم‌ها چجوریه، چقدر اصلا اینا فلکسیبلن، چقدر وقتی قرار رفتن تو اون کشور میزبان احترام بذارن به فرهنگ جاری اون کشور و تا کجا قصد دارن که اون سلطه فرهنگی خودشون رو گسترش بدن. میدونی مثلا ترکیه و آلمان، این همه ترک در آلمان زندگی میکنه سالها. ما هم با افغانستان همینجوری بودیم دیگه، میرفتیم، یعنی اونا میومدن پذیرفته بودن، همه چی اوکی بود، مثل این همون ترکا که یک کامیونیتی بسیار بزرگ و موفق در آلمان دارن. و خود ما ایرانی‌ها یه نمونه خیلی خوبش هستیم. ما هر جا اکثرا رفتیم تقریبا تونستیم موفق باشیم، به اون جامعه کمک کنیم، احترام بذاریم، از همه مهمتر. حالا ولی مثلا میبینید الان شما لندن، وای ویدیوهایی که لندن میاد فاجعه است. مثلا سوئد یه مدت اینجوری شد، خود همین کانادا هم شد، یعنی خب خیلی زود الان دیگه بستن و جلوشو گرفتن و اجازه ندادن که، یعنی اونجوری از دست در، خیلی از دست در رفته. آره خیلی چیزا داغون شده، نمیدونم از نظر امنیت، از نظر فلان، خیلی اتفاقای این شکلی افتاده. اما بسن دیگه. حالا مثلا اینجا 30 میلیونه، کل اون چیزی هم که مثلا اشتباه اومده و زیاد اومده و اینا بگو 1 میلیونه دیگه، 500,000. یعنی تناسبش خیلی چیز نیست. ولی تو کشور کوچیک و چیز اروپا مخصوصا این خیلی بیشتر. یه اتفاق تلخی افتاد تو این چند روزه. یک مرد شریف از میان ما کم شد در این دنیا، خسرو علی کردی، که وکیل خیلی ها بود که از نظر من واقعا مورد ظلم قرار گرفتن. همه مورد ظلم قرار گرفتیم. اونا به طرز عجیبی در اون مملکت بهشون ظلم شد. مثلا دیدم پدر ابوالفضل آدینه زاده رفته بود و زیر تابوت این وکیل، ببینید وکیل اینه دیگه، وکیل بود واقعا. بقیه خیلی خیلی وکالت هم مثل همه شغلای دیگه در کشور ما به یک سمت و سوی رفت که مثلا شما کار می‌خواستی بکنی تو مملکت بعد آلوده می‌شدی دیگه. حالا دیگه وکالت که با دستگاه قضا سر کار داشت و اون دستگاه قضا هم که
بی تردید آلوده ترین سیستم اجرایی در کشور بود. شهرداری بود، یکی این چیزایی که اتفاقا از بدنه دولت جدا بود، نیروهای انتظامی، شهرداری و در واقع قوه کثیف قضایی. نمیدونم، این هنوز نخوندم دیگه، فقط وکیل خانم فاطمه سپهری بود. بعد ببین نگاه کن، یک جا اگر شما تو این، حالا الان دو روز این اتفاق افتاده، بذار 2 روز دیگه هم بگذره، یک جا اگر شما از این ایران اینترنشنال هم میگن خبر میگن که ایشون فوت شد و فلان و اینا، ولی یا مثلا اون کانونهای حقوق بشر رو نمیدونم، برای الان اگه کسی یه دونه از اونا بود که خودشون میدونن پاره میکردن براش خودشونو. ولی یا کیانوش سنجری مثلا به زندگیش پایان داد و گفتم که دارم میرم به زندگیم پایان بدم. چقدر تلخ و nothing، یعنی شما اصلا، ولی چرا؟ چون اینه سیستمه به هم پیوسته در سراسر جهان دارن با هم کار میکنن و اینه. امیدوارم که پایان پیدا میکنه این ظلم دیگه. بدش کن، بگذاریم بریم سراغ ادامه این چیزایی بود که به نظرم میومد باید باش، یعنی راجبش صحبت کنم. بذار ببینم همه رو گفتم دیگه. آره اینجام یه 2 مطلب گذاشته بودم که جالب انگیز بود، اونا رو هم براتون بگم. مثلا دیدم وای توییت کرده بود خودش، حاجی یه توییت راجع به همایون شجریان کرده بود که اونجا میدون آزادی میخواست کنسرت بذاره، چیزش کردن، نوشته بود که بذار پیداش کنم یه دقیقه، یا پیداش کنم، نه بذار بخونم قشنگ‌تر تا بذار عکسش رو بذارم بالا، ولی نه صبر کنین. بفرما. میگه که میدان آزادی جای کنسرت فرمایشی نیست، مکان فریاد آزادی خواهی مردم است. وقتی مردم زن زندگی آزادی را فریاد زدند، همایون شجریان سکوت کرد. پسر محمد رضا شجریان هم که باشی، اگر در سمت درست تاریخ سمت مردم نباشی، تاریخ تو را نخواهد بخشید. میدان آزادی نماد ایستادگی است. و بعدم هشتگ بایکوت کنسرت رایگان. یه دونه توییت هم دیده بودم که نوشته بود اگر من نباشم و من اگر کشته شوم 1 نفرم چیزی نیست، نگذارید به ناکس برسد میهن من. و همین کلمه رو باش مشکل دارن دیگه. خانم گوهر عشقی هم دیدم زده بود که، دارم میخونم براتون، من سالهاست با چشمهای خودم دیدم که چگونه این سرزمین یکی یکی شریفترین انسانهایش را از دست میدهد. هر بار که انسانی نترس، حقیقتگو و شرافتمند در سایه‌ای از ابهام فرو می‌ریزد، انگار تبر دیگری بر ریشه عدالت فرود آمده است. این انحصار طلبیه، اینا یه جایی دستشون میرسید، از یه جای خودشون اومدن توی تمام این پلتفرم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین کردن و اونو فرستادن اونجا. حالا بعدم بهش میپردازیم. میدونی بعد یه جایی هم از دستشون در میره دیگه. مشتاق محرمی میاد دستش اینجا مثلا امضا داره دیگه، نمیتونن کارش کنن، یهو از دست در میشه. ولی حواسمون باشه دیگه. من تمام داستان اینه که اینا همه میدونن که چه خبره و میدونن که در واقع چجوری بیان. طور خودمون توی اپیزود قبلی گفتم یا اپیزود قبلترش که حواسمون باشه که این وقت رو داریم برای چی. مثلا اومدن برای افتتاحیه جام جهانی رو که میخواستن پخش کنن، گفتن که ساترا اون یارو سازمان نمیدونم چیشون اومد ممنوع کرد برای پلتفرم. یعنی مثلا فیلم و نماوا، خب فوتبال 360 نمیدونم آپارات، خود اون یارو ورزشیه اسمش چیه، من خود آنتن، اینا هر کدوم مثلا برنامه داشتن و اینا دارن برای فوتبال. ها شما نگاه کنی الان شبکه 3 اگه هنوز فوتبال میبینی مثلا رو آپارات هم میتونی ببینی بازی. مثلا تازه خیلی هایی که رو آپارات هست که اصلا تلویزیون دیگه نشون نمیده. بعد خب کارشناس داوری میارن، مهمون برنامه میارن، کارشناس فوتبال میارن. این مشتاق محرمی توی یه دونه از اونها بود.
ولی برای اینا افتتاحیه جام جهانی رو ممنوع کردن، گفتن چیزو قرعه کشی رو، قرعه کشی هم که ویزا ندادن بهشون و حالا تازه الان مثلا میگن شاید به بعضی بازیکنان ویزا ندادن که بیان اینجا. اونم یه داستانه، حالا باید بریم به موقع برسیم وقتش ببینیم چی میشه. ولی قرعه کشی رو بعد خودشون پخش کردن که مثلا خدا عزیزی بیاد بگه خایمال و کسخل به نمیدونم اینفانتینو و ترامپ و بگه من از بغل این کله زرده و اینا، که چی، که مثلا چرا اونا پخش نکنن همه یه دفعه دستورالعمل بیاد بعد یه خدا داده بیاد بشینه. شما تا اون روز غزال تیز پای فوتبال ما بودی که اون ور جوب از یه جایی میدونی نمیشد هم پاد این ور جوب باشه هم اون ور جوب، جوبه انقدر گشاشو رودخونه شد شلوارت که چی کونت هم جر میخورد. باید تکلیفت رو روشن میکردی، یا باید میومدی علی دایی میشدی، کریم باقری میشدی، فراد مجیدی میشدی، نمیدونم وای میسادی این ور جوب، وریا غفوری میشدی وای میسادی این ور جوب، حسین ماهینی زیادن دیگه، یه سری در رفتن، بهشاد یاورزاده، محمد تقوی، مزدک میرزا، ایکس ایگرگ زد. یا باید دیگه میرفتی اون ور جوب، اگه اون ور جوب بودی اون ور جوب بودی دیگه. مهراب قاسم خانی دیدم چند روز پیش فکر کنم دیرو پیرود میخوندم که مثلا یارو با ژوله توی برنامه بود، بعد بهش میگفت که چرا دیگه مثلا کار نمیکنی اینا، گفت آجی چی میگی، من باید من کارم طنز بنویسم، من از خونه میام بیرون حالت تعبا میگیرم. خیلی ساله که دیگه توی لفافه و مثلا اونجوری نمیشه حرف زد و طنز، یعنی باید خیلی دیگه مستقیم حرف بزنی، مستقیم هم که حداقلش اینه دیگه، میشینی خونه مثلا یا چی. ولی اینه آقای خدا بیاد اونطوری بگه اینا همه، من اینو میگم دقت کنیم حواسمون جمع باشه. تکنولوژی خیلی خوبه، خیلی زندگی هممون راحت کرد. یک سری اون دفعه هم گفتم آسودگی ها برای همه برمغان آورد، ولی در بستر این تکنولوژی تغییراتی در زندگی های هممون ایجاد شد. یه چیزایی خیلی چیزا دیگه حال نمیده دیگه تو الان بحث فوتبال استقلالی پرسپولیسی حال نمیده. یه زمانی پاره می‌کردیم هم، من خودم میرفتم استادیوم و اینا، یا فیسبوک مینوشتیم برای هم، اس ام اس میدادیم به هم، میباخت مثلا فلان اینا. من الان خیلی وقت دیگه تخمم کدومشون میبره، میدونی. یه مثلا علی کریمی یه زمانی بازی میکرد اون موقع من مثلا خواستم حالا نه سر دور از جونش سر به تنش نباشه، ولی حاضر بودم یکی بیاد مثلا بزنه این جوفای این بشکنه دوتا گل میزد برگردون میزد به استقلال. الان نمیخوام یه تار مو از سر علی کریمی کم شه. پرسپولیسی هم هست اومده شده ناصر حجازی یه جا برای من، میدونی خیلی چیزا دیگه حال نمیده. و من هنوز میبینم مثلا بعضیا سرگرم فوتبالن برام تعجب، بعد اینا از یه جایی به بعد دیدن آره سرگرم فوتبال نمیشه، بریم سرگرم ماچا، کافه، ماراتون، کویر، این چیزا، سرگرم این چیزا کنیم مردم و همه این اتفاقایی که میبینیم. خیلی مخلصیم. اپیزود بعدی دیگه از این فاز میایم بیرون، یه چند تا اپیزود میخوایم در کاتگوری توسعه فردی، حالا میگن سلف ایمپروومنت، با هم صحبت کنیم و یه ذره از این فضای به ایران به هر حال میپردازیم هر دفعه، چون تو همه اون چیزایی که میخوام بگم آخرش میخوام برسم به اینجا که اون کارو بکنیم که بتونیم گفتم دیگه بفهمیم بهتر دور و برمون چه خبره و پس باعث بشیم که جای بهتری بشه برای زندگی حداقل کشور خودمون. خیلی مخلصیم، دم شما گرم، مراقب خودتون باشید.